حضرت نوح علیه السلام یکی از پیامبران بزرگ خدا بود که سالهای طولانی مردم را به پرستش خدای یگانه دعوت می‌کرد، اما بیشتر مردم ایمان نیاوردند و حتی او را مسخره می‌کردند. پس از سالها دعوت و صبر، خداوند به نوح وحی کرد طوفان بزرگی خواهد آمد و به او دستور داد کشتی بزرگی بسازد تا مؤمنان و نشانی از مخلوقات زنده نجات پیدا کنند. نوح علیه السلام به فرمان خدا شروع به ساختن کشتی کرد. این کشتی از تخته‌های چوبی ساخته شد و با میخ‌های محکم به هم وصل گردید تا در برابر موج‌های شدید مقاومت داشته باشد. در روایات آمده است که این کشتی 3 طبقه داشت: طبقه پایین برای حیوانات، طبقه وسط برای انسان‌های مومن و طبقه بالا برای پرندگان و وسایل ضروری در نظر گرفته شده بود. ساخت این کشتی مدت طولانی ادامه یافت و در تمام این مدت مردم با تعجب و تمسخر به نوح نگاه می‌کردند و می‌گفتند در بیابان و دور از دریا چرا کشتی می‌سازی؟ اما او با ایمان کامل به وعده خدا کار خود را ادامه داد و هرگز ناامید نشد. سرانجام زمانی که کشتی آماده شد، خداوند دستور داد مؤمنان سوار شوند و از هر حیوان یک جفت داخل کشتی قرار گیرد. سپس باران شدیدی شروع شد و آب از زمین نیز جوشید تا همه جا را فرا گرفت. موجهای بزرگ کشتی را در میان خود حرکت می‌دادند، اما به لطف خدا کشتی سالم ماند و تنها کسانی که داخل آن بودند نجات یافتند. پس از مدتی باران متوقف شد، آبها فروکش کرد و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و مؤمنان در حالی که شکرگزار بودند از کشتی خارج شدند. این داستان به ما می‌آموزد که ایمان و صبر حتی در سخت‌ترین شرایط سبب نجات انسان می‌شود و اطاعت از فرمان خداوند همیشه راه رهایی را باز می‌کند. اگر از این داستان آموزنده لذت بردید، لطفاً صفحه ما را در فیسبوک دنبال کنید و با لایک و اشتراک گذاری خود از ما حمایت نمایید تا داستان‌های زیباتر و الهام بخشتری برای شما آماده کنیم. سپاس از همراهی شما.